ما انسان‌ها موجوداتی پرستش کننده هستیم. روح و روانی داریم که زیبایی رو تحسین میکنه، از موسیقی لذت میبره، موفقیت‌ها رو ارج میذاره و جشن میگیره، به اخلاقیات بها میده. همین خصوصیاته که عزیزان ما رو هم به موجوداتی پرستش کننده تبدیل میکنه. چرا اینطوری هستیم؟ در بین جوابهایی که الان در دسترس ما هست، تنها جواب قانع کننده اینه که موجوداتی هستیم که توسط خدا و به شکل و شباهت او آفریده شده ایم. چرا فقط این جواب قانع کننده است؟ واسه این که فلسفه من انسان رو محصول انرژی و زمان و تصادف قلمداد میکنه و مذهب هم با زدن مارک گنهکار بر پیشونیم منو همچون کالای به درد نخور دور میندازه. من میخوام باور کنم که آفریده خدا هستم و به شخصیت و شباهت او موجودی اخلاقی که به اخلاقیات ارج میذاره، روح و جانی داره که از زیبایی لذت میبره. ما موجوداتی پرستش کننده هستیم. این حقیقت بزرگی است. ولی بزرگی این حقیقت در این نیستش که من موجودی پرستشگر هستم. بزرگی این حقیقت رو اون چه که میپرستمش مشخص و هویداش میکنه، چیزهایی که اونها رو پرستش میکنیم. آیا با این تعریف ما بت پرست میشیم؟ از یک نگاه بله. انسانی که خدا با این خصوصیات شبیه به خدا آفرید، واسه داشتن رابطه دو طرفه با او آفریده شد و در این رابطه این شباهت به شکلی درست و عالی عمل کرد می داشت. انسان موجودی پرستش کننده آفریده شد و این نیاز برای پرستش فقط در رابطه دو طرفه او با خدا ارضا می شد. پرستشی که جهت اون، مسیر و مقصد اون خدا بود و اون هم از طریق رابطه دو طرفه. ببینید، پرستش فقط در این مفهوم پرستش درست خواهد بود و چه بگم که ما انسان ها از این حقیقت خیلی دور افتادیم و ای کاش میدونستیم که این مطلب قلب خدا رو چقدر به درد میاره و چقدر او رو خشمگین میکنه. میپرسید اینو از کجا میدونم؟ از اونجا که عیسی زمانی که با چنین پرستش چاخان روبرو میشه چنان عصبانی میشه که تمامی اون افراد به اصطلاح دیندار و پرستش کننده رو از خانه خدا با ضرب شلاق بیرون میکنه. ما از مسیح که خدای محبت انگار چنین تصویری رو انتظار نداریم. مسیح وقتی که این کار رو میکرد با فریاد میگفت این آتشخال هاتون رو، این وسایل پرستشیتون رو از اینجا بیرون ببرید و خانه پدر منو محل کسب و تجارت نکنیدش. مسیح این کار رو در یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی یهود انجام داد. این عید به عید پسخ یا فسح معروف بود. پسخ یکی از اون 3 عید بزرگی بود که خداوند به قوم یهود امر کرده بود که اونو در اورشلیم به شکل ملی جشنش بگیرند. بنیاد این جشن تا به زمان موسی عقب میرفت، زمانی که قوم یهود به مدت 400 سال در مصر به بردگی کشیده شده بود. در مقابل ناله های این ملت خداوند موسی رو برای رهایی اونها علم میکنه و با 10 معجزه خارق العاده اونها رو از زیر یوغ فرعون نجاتشون میده. و حالا
روز همون رهایی هست. قوم آماده جشنه، ولی هسته مرکزی این جشن رو که به یاد آوردن خدا و شخصیت اوست به کلی این قوم فراموش کرده. خدا به قوم گفته بود که میتونن به جای اون که از راه دور بره یا گوسفند با خودشون بیارند، اون رو در محل بخرن. همین مطلب باعث شده بود که علمای مذهبی برای چاپیدن مردم یه طریق تازه‌ای پیدا کنن. رؤسای معبد بره‌های قربانی رو فراهم می‌کردن و فقط بره‌های تایید شده از جانب اونها بود که در معبد قربانی میشد. مردم مجبور بودن که بره قربانی خودشون رو فقط و فقط از دکون اونها بخرن و اونها هم این بره ها رو به چندین برابر قیمت خودش میفروختن. چاپیدن که تا به اینجا نبود که یهودیانی که از کشورهای دور و نزدیک می اومدن برای خرید این بره ها لازم بود که پول یهودی تهیه کنند و صرافان معبد با نرخی به مراتب بالاتر به اونها پول یهودی میفروختند. خدایی که میبایست در سطح ملی به یاد آورده میشد و در سطح ملی پرستش میشد به کلی از یاد رفته بود. معبد، محل دعا، بیشتر درش پول پرستش میشد و در این امر پرستشگران دیگه چاپیده میشد. اونا محل پرستش رو به محل داد و ستد تبدیل کرده بودن، چرا که بر قلب اونها محبت خدا حاکم نبود، محبت پول حاکم بود. عیسی مسیح از دیدن این شرارت عظیم به خشم میاد و شلاقی درست میکنه، تمامی حیوانات و پرندگان رو از اونجا بیرون میکنه، میز صرافارم وارونه میکنه. ببینید چی میگه؟ خانه پدر مرا مغاره دزدان نکن. عزیزان من، پرستش زمانی معنی درست خودش رو پیدا میکنه که هدف درست داشته باشه و در رابطه دو طرفه با خدا صورت بگیره. اگه میخوایم به درستی پرستش کنیم، لازم است که خدا رو پرستش کنیم. ولی سوال مهم اینه که کدام خدا رو؟ واسه اینکه خدایان مختلف توسط ادیان مطرح میشن که لزوماً آن خدای حقیقی نیستند. عیسی مسیح از خدا به عنوان پدر صحبت میکنه و بعدها در همین انجیل یوحنا میبینیم که به شاگردان میگه نزد پدر خود و پدر شما میروم. دوست عزیز من، خدا همیشه خودش رو به عنوان پدر برای انسان ها میبینه و تنها رابطه ای که از اونها میپذیره همین رابطه پدر و فرزندی است. اگه میخواییم خدا رو، پدر آسمانی خودمون رو پرستشش بکنیم، لازم هستش که در مقام فرزند به حضور او بیاییم و شما میتونید این کار رو همین الان بکنید. در نام عیسی در مقام فرزند به نزد پدر بیایید.